سیب رو خون برام میار شده بگه حتما فشار داره من ببینم هذا أخرى. هذا. لا بفهم. بفرما. یالا میرسه. اونم داره تمام برمشتن یه استاد جرسا یه وسیلی نوشت که برای بهشون سوداش خواست تمام برمشتن اون دارم هر کنیتن همین روز که مارم بود انجام بده تمام برمشتن روغن این عوض کرد همون به همون گفتم همون کانش عوضش کرد سلام چند تا؟ خوبه برای پیش همون پشت و حامد بگو تا نشه اینجا میشه
داخل پراید نمیرن ها؟ با نصفش بکنی؟ آه اون پراید میرن بخور تو؟ اگه تو دیره مترش کن هشت چهار تا حکم مرنی پارتنر شدی؟ تری هم بیار تری آدی آدی مجازه کن 4 تا 1 الان جریان جلیلا بگم دست در آقا دست در نکن بری فوتوریان بری؟ بری فوتوریان این 3 تا بیا 4 تا آبلی؟ آبلی؟ مجازه اونه 4 تا 1 تا اینه بسونه اینه همون قبلی نده 4 تا 1 برمش
کارتون در چی خواهد؟ این نام سرش برو اینو من بیار نه بیا برو این کارتونشو میگه بهم بده. کارتونشو بهش بده. بریز خالیش بکن. آینه بده همین استاد بذارش. یه دیدم من دو تا قاز دارم ببوش یه خواهم میره ببوش نه باشه به نام بخشنده مهربان. بسم الله. اعتراض هم ندارم. چه بازی باید همال دیگه نه. سلام درود خبر موفق خوبی سلامتی عزیز می‌باشید اینا می‌دونه ساعت خوبی داره می‌باشید برش نمی‌دونم. Desses culo. بس بله. اسم چیه؟ بیا بالا. Bitters nee. Yes, en خوبه. نتم بیا.
Git 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 git. نیچی بیا 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 مادر بزرگ غذا برای گربه هست بی زحمت برایش بیا 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 یه تا غذا بدن بیا بیا چیزی شده بیا 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 تا غذا درست Past double pass. همینجوری ببرشو دیگه نمیخواه خالی کن مساعده بفهم مساعده بیا بیا بفرما مادر من خوردم اونجا بفرما اونجا خوردم نوش جونه بابا خواهش بابا گیلاس خوبه مادر بده برای همه لطفا بینندگان عزیزه که سلامت باشی برای
خیلی مهربون باید. مهربون خیلی گوش نماز خودت تاستر چه پاسی ده بس خیلی قشنگه. چی داده؟ یک موضوع دیگه همینه یونه؟ نه به باگاهش لباسش میکن دارش کن یه تشی بده به تمام جان بده تشی بده سلام خوبی؟ خوبی سلامتی؟ آسان کار داشت سه خودمون سربازی عرضه کن های سربازی تمام میکنی چه تا حالایه؟ آره نه اون سری اومد گوی سربازی الان همین میگه سربازی پیو یعنی مثلا یه خاص سربازی درو کنی یا نی خوابی آسرا یا واقعا نی همیره نی خیبی نه واقعا را سربازی همیره بی هیچی از رفیقت شما همیرو دو آقا اعزام چه دنبالی آقای ما کار حسین از چه تا حالا ما منتظر حسینی میخوام یه پرونده ای زمینه مونه ارسی مونه میخوام ببین بعدش که نیمسی خانواده تنی خیلی بابوش مریض زنبسته خواب میره دیلش کورو بیرن بردم عملش کردم چه رو بیله هر رو برمش بیمارستان او بریور دوا دویدو خان کرش بیا زینش بیا پیچه از یه سالی خورده ایمانه چه رفت نیای سری بزنه من بابوش حسه نیسته الان از صبح خواهی نکردم مردی ما سی کنم خبت اینا پتا اگر ایتونه بیده ساشو داشتی چه نیادین شو الان خبت رفت اینا کار ناشته بود او سری هم باید صحبت چون من زندگی دخالت نکو خانواده جیما تو الان هم مزاحمی نه مزاحم مسکو قشنگ من نه زردان نه بحثا راست خانوادگی خمونه الان این آقا مزاحمت ایجاد کنی دو بار سه بار گی مثلا کارت نارت من نگوی هونه دوره نه آقا مال منه اصلا تا یه نگهبانی اون طرفی هونه دوره کاری دهش که ناشته گرانتی ناره من با حسین صحبت کنم حسین جومه خواهم باید صحبت کنم خانوادتی باید به اون مدوی ما همه بود که خانواده بین قبلا یه اینا نشته بسی اینو هیچ مشکل دیگه ما هیچ ربطی آمدی با یه چی کنیم یه چرای حرفی نه بعد خب اون موقع خوصی شو استی خوصی بشو پتاش داشتی نبیشو باشون کوهستان یه چند بار تیگم ایگم وقت ربطی ناره خب تیونت اوره ایما خمو ایوری ایما خمو خانواده نه می آقایونه منه بگو خب یه هم خانواده من هم رب داره او در خود گفتی که اون ایده نارم ایده نه حسین ایده نه من میرو باش صحبت کنم با حسین پروندیل ما بردم قشنگ قوه قضایی همه چیز خب این همه زان سواد دوری خب بردم شورای حل اختلاف خب همه چی پرونده همه چی ما درست شدم ولی حالا نبردمش بخوام شکایت چی کنم تو خانواده خیلی میخوام مثلا بیایم میره صحبت کنیم قشنگ با آنها صحبت کنیم حلش کنیم تو خانواده‌ای بهتر حلی بود تا بخواب رد مثلا چه کار خانواده دیگه بابا خاطر رفت اینا ما خواستم فقط اینو نشون تو برام بگم بیا حسین نیرنه خانواده من حسین نه حسین بگم نیرنه حسین رفت سربازی مثلا نه اینو چه مشکلی بابا من مشکل نه چی که الان چی اصلا تو بگو خو یه خانواده که مثلا بهوشون ول کنه بعد بهوش و جوشون ول کنه نه سخته
خلط اینا تو مقصد نمی‌کنی. شابه آقا شانه دین شو ریم بابا چه ربطی یا خانواده هر چه خانواده اصلا بود. تو الان دوباره ری داری چی بیایی رو بگو. بابا ریتسن خانواده زری کنن بحثی کنن باز خوی بون سوالی آقا کنن نه همه اینو کاری. قبول نکنن دلشونی خواد دوباره وجرنه روز. آقا تو حسین بگو بیا. حسین بگو بیا الان الان آقا با اینو- صحبتی کنم ایما بهتری فهمیم. تو ربطی ناره ما خم خانواده بهتر ایدو نفهم. آقا میگم حسین نه حسین. وقت سربازی. میرن الان چه علیکی مزام. دم مزاحممو اصلا مزام بیام. آقا الان مزام میرم آقا مثلا بیام الان. ته خانواده خود منم مزاحمو میرم. بر خانواده تو بین آقا این خاص نه بهت گفته اومد ایما دوباره نه. حسین حسین برادرمه. حسین برادر ناتنی. خب آقا برادر تو چرا سیتی نمیدینه؟ بابا بس خانواده پیش اومد. بس خانواده ایسی بیچه خان بیان بره ایسی خان بیان درستش کن. آوارش کنی؟ نه بابا ایسی خان بیان آقا درستش یه کن. الان سکو این خانواده هیچی نیخواه بشه بگه خب هر چند دوری سیخه تو فقط مزام رو بخواهشم نه ما مزاحم نیست. الان ما چند باید دارم آقا بازم مکاری وقت نان مکاری نان حسینی خان باش صحبت کنم. آقا یه الان اونه میل شما بگه خب اله چومه ایده چه کنه نه خواهشم بزام نه بود بابا اصلا باش ما هر زمانی خیلی باهات صحبت کنیم نه اصلا کاری وقت نان میخوام واسه صحبت کنم برم. آقا نه نگاه رفت سرباز آقا آقا تو چنی خانواده آقا ما خانواده مال منه آقا خانواده خم خب نه نیتنی یا شناسنامه ننوشته اسم تو خب اصلا همینو آقا همینو منه این ما خون بوداری جوداری و رابطی نار اگر سکو اگر بخیر بیای من خانواده ما یعنی شکایت کنم و اینونه بود سارا آقا برای هر کاری فکری مخونی آسان پای من این خان زار کنم بزنم خیلی خیلی زار کنی آقا نه من نیزم خیلی چه صبح خیلی دیو من بسونی نه هستی نه کار بهت داناتی این خان قشنگ راحتی کنم برای خیلی خان با خانواده صحبت کنم برای من هونه توره آقا هونه توره خب برای همون هونه صحبت که میخوام با این خانواده صحبت خب بگو این خانواده بگو خب خانواده من هست درست الان یه چند بار تو می بگو خب بعد گفتم آقا نیخونیم راضی نیستن دوباره کنه هر بخواستن دیگه آقا الان هر خیلی تازه بزنم چلانتری یا آقا زنگ بزنی چلانتری بیا خب آقا ببین من مشکل تو زنگ بزنی چلانتری بیا میگم زوزی خانواده هم اصلا وقت خب آقا خانوادگی ما تنه نیخه ما خان حسین بیا هست تا حسین بیا آقا برده برای حسین برای بیرون برای از این مزاحمت جان وکیله برای بیرون دوباره برای آقا حسین ایره از بگو بیا ما نیخین ضربت نه وقت سربازی بگو برای اصلا آقا برای آقا من با تو صحبت کردم با تو صحبت کردم چه زنی میمون آقا یه چند واقعا خود حقی دست مینی اصلا درست با صحبتی کنم نیخوان درست با نیخوان درست صحبت تو چه که با ما قشنگ بخیر درست صحبت خانواده مال برو اصلا رد خب برو آقا مزاحم نبود میخوام حسین آقا حسین بابا دست من نزن دوباره یایرو دست من نزن من پرونده دارم قشنگ احترام هم شکایت میکنم که هر بخیر چیزی که دست می آقا من پای خانواده هم بگو خب برای هر کاری که دوست داری انجام بده الان هم مدیر چی کنم بگو خب استاد نشون پلیسی دام بگو خب چه بیای بگو آقا مزاحمت ایجادی کنی من مزاحم ایجاد نکنم میخوام با خانواده خود صحبت کنم وقت ربطی داره آقا الان خانواده دوست نداره بوسی رو کاشن رد به چایده چطور ورد آقا حسین ایده حاضر بگی میگم ایده نیست با رفت سربازی بابا تیه لحظه بونجاش که بیا وقت ربطی ناره کاری به ناشته بود واسه که دوری دیگه خود دوباره هیچ جنگی دوان آره چه باید و ارم بخوام کارن آقا میگم برای آقا خواهشم بزامنه بود بخوام زرکات ربطی ناره حسین باش صحبت حسین دیگه میده نیست حسین میره سکو الان ما یک کارگر ورد مهر کاری کنه بگه خب اله چی مزاحمه بود بعد یا نگون آقا شاد زری دعوا کنین ها ایرو خوب وست خوب بیره ایمان ول کردن رفتن پیرمر و ول کردن رفتن سیخ توی پای کار کردن بگه خب زحمت چشیدن زرد چشیدن اون همه چی باقی زنی وست خوب بیره پچه شاخ درس این ایمان میره زدری چشم من بدبخت که هر رو برم بیمارستان و برم بدبختی کنم دایشان مثلا آقا اون موقع که مثلا ایمان ولی که میگه تو لیور خموت اینا واسه بیان الکی ایشا بیان ساخت ساز کنین اینا دارم براش اون موقع هم یاد بی که این بدبخت خشتینا راه چیرم کوهستان ما اون موقع گفتم بیا بعد آقا مثلا بدای واسه الان من میخوام حرف البته بزنم خب البته رفت اینا ولی خب همون موقع خواستم بریم بسیم قشنگ بیا برکنی بازم همین سری لزبازی شه مثلا الان حسینی ها سر حاله چی دیگه سربازی خب آقا حرف تموم کردی گفتم یک کلام حسین ایران نیسته بگو خب خواهشنده دوباره ایران میاد
سکو یه چند بار دارم بازدمون آقا خشم حسین من آدم سربازی چقدر سربازی آقا سرباز نه البته زنج چیزی واسانه این نیخواب یا سرا یا واخنون و اسمت سنه خب ولی آدم خوبی هستی خواهشان خب خواهشان خط درجی این مسائلی ما نکن اوسه صبح بیای مثلا بیای مریم و جلوی کلی نخود چون آدم خوبی درسته کار اندارم برا هم نیام زمان ما بود خط خراب نکه بای ما ولی البته سکو بنیش به اوسنینی با خدا شکایت اول خواهد چون سکو نیخوام بیان هی دور بره توی به پدکی میرسی چون یه آدم درستیه سی خود برای زندگی تکا هر کاری داشتی با من وطیگم آقا مثلا یا وطیگم میتونه باز تو باره هی امضام به پیپی زرد کنه آقا ما نه آدم زرد روی نه آقا سکو آقا دلم من نیخوام هی با تو بس کنم سرخ ما در بیارم من ما بدبختی از تا بدبختی مثل یه امضامی بود سکو آقا خطو خود سواد داریم خب این برگه ارسی مانه آقا این بنده خدا این برگه ارسی مانه رو مشوره این بنده خدا هیچی به شما نیخوام آقا من کار بهت ناراحتم من دونو حسین ایرانیان خیلی بجری این برگه سواد داری بیا این برگه نیلازه بجه برای بده خانواده خطن درجی ما مسئله هی حساب خط خراب کنی نه با امام زندگی محمد سرخا اینا بشو دخشو دونه آقا تند خواهشن ایران میاد کار ناشته بوی برجه بشو خوشو داد سکو ارسی ایمان همه چینه نوشتون خانواده بودوی حسین علی آقا این چیزی لازم نه که تو بخیر بریشو که من ما فکر اون لازم دونو درست این برجه همه چیزا لازم نوری خب ایشا مخم لازم داره با اون ول چینه نورد مخم دینا برای برجه هم برشود ولی به تحرراتی نارسه میکار خود فقط برجه نباشه آقا این آدم زمان نبود برات سلام اگر زیادم با من نکنه خب برای آقا آدم زمان نبود استاد میگم این خودت درجی این نکن دعوا کنی یه وقت دعوا چیز خوبی نیست بابا طوری نی الان مزاحمت میشه اصلا حالش نده خب این بنداله این یه وقت این بنده دیدید چی شد مثلا خانواده اون جوری چه رفته اون بالا یه وقت خدای نشه بنداله شما آدم خوبی کدی مثلا بینندگان طرفدارتن میگن آدم خوبی هستی بخوای با این آدم نادونی کار کنی خودت بد میشی با دیگه قایی همه زحمت کشیدی خودتو تازه خدا شو ماشین خریدی بسید و باز از اون مال میری زندان خدای نشرده خودت خراب میکنی با این دیش کن نه با اصلا حقش نبا بگیری باش صحبت کن ولی باش مثلا نروه باش دعوا چیز کن بیا نه اصلا ما این بیمار بزرگی نگیتسنم طوری نی الان بحث چی میکنی ولی دوباره یا رو باز نه اصلا درسته ما خودمون بدمون بیاد یعنی ولی باش دعوا نکن بعد این تانکر آبی اومده هم آره بعد گفتم بیا اصلا دوباره اون پسره به ما داد اما بعدی و نونو ارسیه نونو صحبت کنیم ماشید اگه ارسیه نه گفتم آقایی مثلا هیچی بهشان نیست رمضانش نبود مثل زندگیشه که از عید زندگیش خوبیه دوباره میخواد اگه نه ملونو شو گفت آتخت ناراحت مکا و شو گفت آقا مزام نه دوباره مزام و بی زنی زنو پلیسی های ایجابی بره به رام قوه قضایی اونو پرونده تشکیل آمسی تو ولی الان نبرد مدال گستری شکایت ده اونو این برگه ندامه آقا بوش بده پسره اون پسرش نه وقتی سربوزی این نیست مردم زحمت کشیدی دیگه نمیستر من نگران نباش مادر یا این بینندی از دست شدن که
چی ما چرده تا میرسیم اما رو چی به تو چی این چی سر واقعا لطفا زندگی باز کشتی شکل خدا گدایی بین هدیت که مچه نه مادر روزایی نه از زحمت خودت نه با خدا لاجه شاد اینجوریه اون سرتی بزنه بگاه باشه همین درجه اینه یعنی این سال الهی برجی رو مادر روزایی زای فعلا حسین بیاد ببینیم چی میشه نگران نباشی مادر روزایی نه نگران نباشی اگه بخواد منظوری بشه دیگه خودم میرم دادگاه چیز درستش نگران نباشی Sine borun çördüğün yanan یه بار از اون دو میکنم سخت شده نراحت از ما این دو مالومی نگیرم نابرم ای اوی نوش سیلیو اوی اومده داخله نگران نباش من همیشه میزه هستم هر کاری چیزی از دستم بر بیاد انجام میدم دست در نکنم آدم من خودم شاهدم مادر بزرگ خودم خدا هم که باید نه این میکردی این بکنی و اینا بوره وازگاه شکنو بایی خدا چه بخواه یتن حق چیدم یتن زحمت چشیدم او بار من او برد من او شو من کنتونده لای با این چیزی که یتی پس از بار می یتی بور بخد استاد تانچه تا پر کردی؟ این یا آقا هم بگو بیاتن نام بخوری استاد این گوشتش هم رز داخل شیش اوسا آب هست میه تانچر پره خاصی بوشکارا پر کن بالستانه؟ بالستان معامله میکنی حرف بشه اینو زن کنیم میشه اینو میگونی بعدش
میخوام در میخورم. مادر بزرگ این یه تره میخواد بزنی اینا لامپ اینجا روشن میشه تا آخر یه تر زدی دیگه ایران قشنگ دام آجه دیگه داخلشو دام روشن میشه دست در نکنه واسه همون تمیز یعنی شامپوره اوی سرده یه گرمه یه سرد لباس دوری؟ لباس تمرینه لباس تمرین لباس تمرین بیزه بچم همون تمرین کفشات تا اینجا در بیار کفشات در بیار اوکی دکتر امروز آب دیگه سر تو دست در نکنه آفرین امیر سیمون کردی؟ آفرین
همیشه برو بزن شو مونزا ها؟ مونزا خوش میشن په؟ رفتی همون؟ راسته طبیعت تاسیب و ماشین میشه نه یه مشت بساز بیا گیر که بهش برم
دست در نکنه. خدا حافظ. خدا. این کارگاهی برون تا ست زده که بتونه ماشی بوش میگه خیلی رنج. باش. من هم باید بیام. برو. حال بیای؟ باید. یه تا ست زده برسونی تو. خواهش کنم. شهر این فیلم ببینیم. خدا حافظ. خدا حافظ. مواظب خودت بود. خدا حافظ استاد. Go. سلام. خسته نباش. خوبی؟ اون ساعت سایه ایست. تو باز بوده خب آدم گوشت مثلا باز نمید اینا مثل بدن یعنی تره
بوسی زنه شو آنا بوسی زنه شو اون شاهنامه شاهراه بوینشون میاد بفرمایید. نوش جونت من میخوام. من دیگه باید برم راحت باشین شما نمیخوام راحت باشین. ماشین نه دست در نکنه من پیاده میرم. لازمش ندارم بود با. نه من پیاده میرم بهتره. خواستم برم انزای کار دارم یخ ماشین خراب میشه و یه باید برید همین زابزا باشی بهتره. کار ندارم من. خدا حافظ. شب تو بخیر. خدا حافظ.